در رابطه با بحث واردات من لازم هست این رو خدمت بینندگان عزیز توضیح بدم که تمام محموله های وارداتی هم توسط سازمان ملی استاندارد و هم توسط وزارت بهداشت کنترل میشه. متاسفانه ما مواردی رو داریم که کل محصولات از جمله برنج از طریق مبادی غیر گمرکی و مبادی که تحت نظارت سازمان استاندارد و وزارت بهداشت نیست وارد کشور میشن که اینها رو چون ما نظارتی در مبادی ورودی نداریم، اینها رو در سطح بازار نمونه برداری و آزمون میکنیم و به محضی که ملاحظه بشه موردی دارای مشکل هست دستور جمع‌آوریش داده میشه. 7 برند رو اعلام کردن که دارای مشکل هست. از این 7 برند 2 برند وارداتی و 5 برند هم تولید داخل هست. این 2 برند خارجی پاپانور از هند هست و زیتون پاکستان که اینها رو هم وزارت بهداشت هم سازمان استاندارد به تمام مبادی و ادارات کلمون اعلام کردیم، هم از ورودشون دیگه جلوگیری بشه و هم در سطح بازار اینها جمع آوری بشن.